خوش اومدین به من امیرسام هستم. توی ویدیو قراره پاکومنی کوتاه پارت 8 رو با هم داشته باشیم توی اکانتی که بیل و گولیت و رونی هستن. ببینیم میتونیم بازیکن خوبی بگیریم به ترکیب اضافه کنیم یا نه. بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب بریم شروع کنیم. اسپک رول مثل همیشه. حالا توی اکانت من رال رو گرفتم تو همین خب از بوت‌ها شروع کنیم. اول از بوت‌های معمولی رو بزنیم بعد چمپیونز لیگ تو اون دارم بتونم رافینیا رو بگیرم. من خیلی زود یه کار از رافینیا داشته باشم. بزنیم که تی ام اف نتیم ناپارت بازیکن خوب نیست. کنم آخرای فکر بودش. بریم الان چمپیونز لیگ هم بزنیم. جمدم فندای رو بگیرم بزنم دفعه وسط توی اکانت نازم میشه. که حتی چیزو داد اونای سیمون فکر کنم. اونای سیمون داد. خوبه ای اکانت هم گلر نداشت و نرمای معمولی بود تو گل. اونای سیمون این هم است. خب خیلی ممنون ویدیو تماشا کردید. تا ویدیو بعدی فعلا